Hey guys, salam bachaham. Man Mahdi hastam ba shumo. Today we are going to talk about personal pronouns. یعنی امروز ما میخوایم که درباره جانشین‌ها یعنی جانشین‌های شخصی جانشین‌ها رو با شما شناس کنیم. جانشین‌های شخصی و اینجوری the verb to be فعل to be. Okay? Alright. یعنی فعل to be چی است؟ فعل to be بودن. So let's see over here. یکی ماشین بکنید جانشین‌های شخصی چی هستن؟ جانشین‌های شخصی یکی ما با زبان توجیهی بگیم چی من تو ما شما اونها همین هستن. For example here نگاه کنید. I این کی است من یا اینکه he او she why it in we ما you تو یا اینکه شما so they آنها yes okay پس اینا فقط چی هستن جانشین‌ها اکنون ما چیکار فعل تو بی یعنی بودن رو استفاده می‌کنیم نگاه کنید اینقدر دشوار نیست فقط فعل تو بی کلمه هستن نگاه کنید we have the word to be نامش فعل تو بی لیکن در استفاده چی است am is are ما استفاده می‌کنیم چی am is are نگاه کنید I am okay یا اینکه he it is we are you are they are دیدم I am من هستم he is او هست she is so why هست it is این هست we are ما هستم you are تو هستی یا اینکه شما هسته they are آنها هستند مقدر شما نه برای فقط بعد از اینها برای ما لازم است که چیز بگذاریم اوکی نگاه کنید بعد از اینها so I am من یعنی چی هستم I am a teacher یعنی من معلم هستم فعل تو بیچ خیلی گفتم بودن I am من هستم یعنی کی هستم معلم این I چند کس هست؟ یک کس برای همه ما چی گذاشتم؟ I am a teacher he is یعنی او هست he is a student یعنی او کی است؟ دانشجو است یا اینکه she is an artist او کی است؟ why artist یعنی رسام است یا اینکه چی it is a book این چی است این کتاب است yes دیگر شکل کنید وی یعنی علاقه شکل جمع شد ما بسیاری هستیم چقدر که در شکل جمع میگیم نگاه کنید we are مثال بگیریم چی we are builders یعنی ما کی هستیم؟ ما ساختمانچی ها هستیم اوکی؟ در شکل جمع برای که we are ما هستیم بسیاری اوکی؟ پس اون دیگرش you are یعنی اون کس باشه خودش تا قبل شده اگر چی میگیم تو هستی تا you are a doctor یک کس بگیم چی؟ تو دکتر هستی you are a doctor اگر که بسیاری باشن اگر یک نفر باشن حتما ما چی بگذاریم اگر بسیاری باشن پس هم چی بگیم you are doctors شکلی جا میکنیم اوکی so and you هم تو میشه هم شما و فرقیتش از اینجا میفهمیم اگر یک نفر باشد you are a doctor یک کس از من چی بفرستیم اگر you are doctors بسیاری هم بفرستیم اوکی آخرش چی است they are آنها هستند یعنی آنها کی هستند بازی میبینیم که هستن they are teachers آنها کی هستن؟ آنها معلم ها هستن teachers فهم هست؟ yes؟ تا نگاه کنید I am a teacher من معلم هستم he is a student او student هست she is an artist و خودروجنیک هست it is a book این کتاب هست we are builders ما ساختمانچی ها هستیم you are a doctor تو دکتر هستی you are doctors شما دکترها هستید they are teachers آنها معلم ها
که معلمه ها هستند. فهمو است؟ اوکی گود. پس این فقط چی است؟ جمله های خبری که ما هست گفته استودنت. اوکی؟ من میخوام که با شما علاقه جمله ها طرز انکار کردن، طرز نبودن، نیست گفتن و طرز سوال پرسیدن رو میخوام که با شما فهمونم. این اونقدر دشوار نیست. برای چی؟ نگاه کنید. ما در اینجا فقط حاضر چی گفته استودنت. اما میتونیم چی بگیم؟ نه. یعنی من معلم نیستم. برای ما فقط یک کلمه دیگر لازم است. اون کلمه چی است؟ نگاه کنید. یک کلمه دیگر فقط لازم است. not. برای همه همین ها. مثال میگه چی؟ I am not a teacher. من معلم نیستم. یا اینکه he is not a student. او student نیست. یا اینکه she is not an artist. why رسام نیست. یا اینکه it is not a book. این کتاب نیست. یا اینکه we are not builders. ما چه ساختمانچی ها نیستیم. یا اینکه you are not a doctor. تو دکتر نیستی. you are not doctors. شما دکترها نیستید. they are not teachers. اونها معلمان نیستند. درست است؟ نه قدر دشوار. فقط برای سوال کردن نگاه کنید چی میکنید. برای سوال کردن دیگر برای ما چی؟ not لازم نمیشود. و حتما برای ما چی لازم میشود؟ برای ما لازم میشود که اینها را جمله‌اش را چیکار کنیم؟ عوض کنیم. Am I a teacher? من کی هستم؟ من معلم هستم. یا اینکه چی؟ یا اینکه دیگرش. So, is he a student? او دانشجو است. سوال پرسیده استودنت. یا اینکه is she an artist? وی رسام است. یا اینکه is it a book? این کتاب است. یا اینکه are we builders? ما ساختمانچی ها هستیم. سوال کرده استودنت که آیا ما ساختمانچی ها هستیم؟ یا اینکه are you a doctor? تو دکتر هستی؟ اما کسی میپرسه. یا اینکه are you doctors؟ شما دکترها هستید. یا اینکه are they teachers؟ اونها چی هستند؟ اونها معلم ها هستند. اوکی؟ اینها جنشینای شخصی و اینها فعلهای طولیه که ما گفتیم am is are بودن. یعنی من هستم، تو هستی، ما هستیم، شما هستید، اونها هستن. همینها هم از چه جنشینا را ما با فعلهای طولی چیکار کردیم؟ استفاده بردیم. Okay, so today this is our class. Personal pronouns, the verb to be. یعنی درس امروز ما چه جنشینای شخصی فعلهای to be. احمد که تماشا کردید. Thank you very much and don't forget to like and subscribe. حتما فراموش نکنید برای لایک گذاشتن و آبونه شدن. Thank you very much. See you next class. Goodbye.